به نام و یاد خدا، با عرض سلام و احترام خدمت تمامی عزیزان و همراهان گرامی. امیدوارم که حال شما خوب باشند و امروز با یکی از ویدیوهای دیگر در خدمت شما قرار دارم. از دانشگاه ایشن یونیورسیتی فور وومن یا دانشگاه آسیایی برای بانوان. همونطور که میبینین این سایت رسمی دانشگاه ایشن یونیورسیتی هستند. شما خیلی راحت میتونن در سرچ بار کرومتان سرچ بکنین ایشین یونیورسیتی فور وومن که این صفحه باز میشن و در این صفحه در قسمت ادمیشن شما کلیک بکنین. دو فرصت خوبی را دریافت میتونین از دانشگاه آسیایی برای بانوان. خب من روی ادمیشن کلیک کردم و این صفحه باز شدن و در این صفحه دو برنامه باز هستن. یکی برنامه هستن که برای دوره بچلر برای بانوان هستن، یعنی سالانه دو بار برای انتگ سپتامبر و مارچ محصل میپذیره که یک فرصت فوق العاده هستن. خوشبختانه از افغانستان تعداد کثیری از بانوان از این فرصت های خوب تحصیلی فعلا استفاده میکنن و محصل به حال هستن. و در قسمت پروگرام بعدشان پروگرامی هستن که برای دوره مکتب هست از صنف 5 6 7 8، یعنی صنف های 5 تا 8 را کور میکنن. یک فرصت خیلی خوب هستن. شما میتونین که روی از این برنامه همچنان استفاده بکنین. و در قسمت ثبت نامشان ما امروز میخوایم فقط روی برنامه مکتب یک ویدیو بسازم که چی اسنادا نیاز داره و چگونه ثبت نام میشه. ثبت نامشان خیلی سخت نیستن، خیلی آسان هستن، خودتان میتونین. فقط یک راهنمایی در این ویدیو حتما میشن و در برنامه بعدی، در ویدیو بعدی حتما روی برنامه دوره بچلر یا دوره لیسانس یک ویدیو تهیه میکنم. اگر شما چینل ما را سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شدین. ما فرصت های تحصیلی را هر هفته سرچ میکنیم و دریافت کردیم ویدیو میسازیم. شما میتونین که از این ویدیوها استفاده بکنین. خب در قسمت ثبت نام برای دوره مکتب روی اپلیکیشن فرم در این قسمت کلیک بکنین. این صفحه باز بشه، یعنی یک گوگل فرم نیاز است که خانه پوری شنن. خیلی سخت نیستن. اسنادهای مورد نیازشان هم در جریان این ویدیو خواهد دیدین که چی اسناد هستن. یکی سرتیفیکت برد سرتیفیکت هستن، یعنی کارت تولد شما، یک عکس با سایز پاسپورت و همچنان اطلاعنامه شما از دوره صنف قبلی. خب در قسمت اینجا که میبینین در اینجا جیمیل تون ظاهر میشه. اگر جیمیل خودتان نبود شما میتونین روی سویج اکاونت بزنین و جیمیل خودتان را باز بکنین. خب من چون به اسم فاطمه را اپلیکیشنشان را پیش میبرم، همین درست هستن. خب نکس میزنیم. خب در این مرحله اما اطلاعات فاطمه را میخوایم. مثلا در اینجا نامشان را خواسته، من مثلا فاطمه ذکر کردم، شما نامتان را ذکر بکنین. در قسمت بعدی تخلصشان را خواستم، من تخلصشان را ذکر کردم، شفق و تاریخ تولدشان را در اینجا شما تاریخ تولدتان را نظر در پاسپورت یا تذکرتان بسیار دقیق برسانین. مثلا از فاطمه تاریخ تولدشان هستن 2012. شما میتونین که روی کلیک بکنین روی سالشان، اول سالشان را انتخاب بکنین. مثلا تاریخ تولد فاطمه هستن 2012 ماه اپریل، تاریخ روز 5 اپریل، یعنی 5 اپریل 2012 تاریخ تولد فاطمه هستن. و در این قسمت پلاس آف برت در کجا متولد شدن. خب فاطمه در بامیان متولد شدن، من در اینجا بامیان را انتخاب کردم. شما در هر جایی که متولد شدن میتونن که همون نام ولایتتان را ذکر بکنین. فقط ولایت ذکر شدن کفایت میکنه. در قسمت نشنالیتی تان را اگر از افغانستان اقدام میکنین حتما افغان بگذارین، درست هستن. و در قسمت ریلیجن دینتان اسلام. خب ما اسلام را انتخاب کردیم. و در قسمت بولد گروپ یا گروپ خونی شما حتما گروپ خونیتان را خبر دارین که چی هستن. اگر خبر ندارین میتونن که دکتر برین و گروپ خونیتان را مشخص بکنین. خب از فاطمه او آرج هستن، آرج پازیتیو. شما میتونن که
گروه خونتان را ذکر کنین. مثلا ما اینجا ذکر میکنم ORH. خب در قسمت هوم آدرس خانهتان را ذکر بکنین. مثلا از آدرس فاطمه حسن بامیان، شهرک توحید. خب شما در هر جایی که هستین همو لوکیشن خودتان، همو آدرس خودتان را ذکر بکنین. خب در قسمت شهرشان را من شهر بامیان را ذکر میکنم. شما در هر شهری که زندگی میکنین، اگر کابل زندگی میکنین میتونین کابل بگذارین و در هر شهری که شما زندگی میکنین خب نام شهرتان را، و در قسمت استیت هممون نام ولایتان را ذکر بکنین. و در قسمت پستال کد برای هر شهر متفاوت هستن. شما کوشش بکنین که در هر شهری که هستن پستال کدشان را سرچ بزنین، که اگر غزنی هستن شما میتونین که سرچ بزنین که پستال کد غزنی چند هستن. اگر کابل هستن از کابل خوش 1601، از بامیان 1501 هستن فکر کنم. خب در قسمت استودنت ایمیل آیدی ایمیل آدرستان را ذکر بکنین. خب ما ذکر کردم از fatima.shafaq01@gmail.com. در قسمت اسناد ما اینا رو حذف میکنم، دوباره آپلود میکنم. اول خب اسناد اینجا گفته که پلیس اتچ استودنتس پاسپورت سایز فوتو، عکس با سایز پاسپورت شاگرد را خواسته. من مثلا عکس فاطمه را پیدا میکنم، شما میتونین خب عکس خودتان را پیدا بکنین. من پیدا کردم و نکس میزنم که آپلود شدن. خب دیدین که آپلود شد. و بعد قسمت بعدیشون اینجا گفته که پلیس اتچ استودنتس بر سرتیفیکیت، یعنی کارت تولد شاگرد را آپلود بکنین. خب من دوباره کارت تولد فاطمه را پیدا میکنم. خب این هم از کارت تولدشان، چون سایزش کمی زیادتر بودن در آپلود شد. و در قسمت بعدیشون گفته که پلیس اتچ students latest academic transcript، یعنی اعلاننامه صنف قبلیشان را شما آپلود باید بکنین. اگر صنف 5 را فارغ شده صنف 6 میخواه اقدام بکنه از صنف 5 شان موجود باشن. اگر برای صنف 7 میخواه اقدام بکنه از صنف 6 را باید شما آپلود بکنین. خب من از فاطمه را آپلود میکنم داکومنت. خب همونطور که شما میبینین این اطلاعنامه هستن. شما اطلاعنامه دوره صنف قبلیتان را اسکن بگیرین و آپلود بکنین. خب سایز گرچه اینجا مکسیمم ده ام بی را گفته، ولی هر قدر کمتر باشه راحت‌تر است، چون در افغانستان اگر بسنجیم اینترنت ها خیلی ضعیف هستن، سایز زیادی داکومنت ها بسیار به مشکل مواجه میشن، آپلود نمیشن. خب اسناد آپلود شدن و در قسمت بعدی ما نکست را کلیک میکنیم. این صفحه باز میشن. گفته که در اینجا for which class is the students applying for، گفته برای کدام صنف میخواد که شاگرد درخواست بده. من مثلا صنف 6 را فارغ شده، صنف 7 را میخواد که اقدام بکنم. من صنف 7 را کلیک میکنم و در این قسمت هم name of the previous school، شما گفته که نام مکتبتان که تا صنف 6 را خواندین چی بوده. مثلا بامیان پرایوت های اسکول، صنف 6 را در مکتب خصوصی بامیان خواندن. خب گفته که کلاس یا گرید کمپلیشن، گفته که از کدام صنف را شما تکمیل کرده. خب صنف 6 را تکمیل کرده. شما هر صنف را تکمیل کردین اینجا ذکر بکنین که برای صنف بعدیشون میخواین اقدام بکنین. و در قسمت بعدی فیصدی نمرات شما را خواسته. مثلا از فاطمه 96.73 هستن. شما میتونین که اطلاعنامه‌تان را چک بکنین فیصدی نمرات شما چند هستن. خب که رساندین دوباره نکس بزنین. در این مرحله مشخصات فامیلشون از پدرشون رو میخواد، از پرنتس والدینشون را. خب در اینجا نام پدرشون را خواسته. شما میتونین که نام پدریتون را ذکر بکنین. نام پدری شاگرد را، اگر کسی دیگه پر میکنه نام پدر شاگرد را باید ذکر بکنین. خب من اینجا ذکر کرده. ما در قسمت اکیپیشن حرفه چه شغل داره، اگر کارگر هستن، اگر استاد هستن، هر کاری که هستن در قسمت ما حرفشان را ذکر بکنین. خب در قسمت کانتکت نمبر نمبر موبایل پدری شاگرد را ذکر بکنین. من مثلا اینجا نام پدرشان را ذکر کردم، حرفشان را و این شماره تلفن پدر شاگرد. و در قسمت بعدی نام مادرشان را خواسته.
شما میتونین که نام مادری شاگرد را ذکر بکنین و در قسمت بعدشان حرفشان چی هست. اگر خانم خانه هستن میتونین خانم خانه ذکر بکنین، اگر که کارمند است یا معلم است هر حرفه‌ای که داره شما ذکر بکنین در اینجا. و در قسمت بعدی شماره تلفنی مادرشان را خواستن. خب شما شماره تلفن را در این قسمت ذکر بکنین و در قسمت بعدی پرنتس ایمیل آیدی هستن. خب شما میتونن که ایمیل آیدی پدرشان یا مادرشان را یا از خودشان، خب گرچه قبلا هم ذکر شده، در این قسمت ذکر بکنین. چون من از خودشان را ذکر کردم، شما میتونن که از والدینشان را، از برادرشان را داره، هر کسی که داره بهتر از اینه که پدر یا مادرشان را ایمیلشان را ذکر بکنین. اگر نداشت میتونین از کسی دیگر ذکر کنین. خب در قسمت بعدی نکست را کلیک میکنین. در اینجا امرجنسی کانتکت اینفورمیشن است. کسی که در حالت هایی که پدرشان یا مادرشان یا خودشان جواب نده، میشه که با امرجنسی شخص امرجنسی کانتکت که اینجا مشخص شده به اونا در ارتباط شده. مثلا من اینجا علی پارسا رو ذکر میکنم در قسمت امرجنسی کانتکت نمبر. اینا که در حالت اضطراری با امرجنسی کانتکت شون در ارتباط میشه. خب در قسمت ریلیشنشیپ شون که چه ارتباط داره با شاگرد ذکر بکنین. من انکل کاکایشون گذاشتم و در قسمت هم کانتکت نمبر شماره تلفنی شخص را خواستن شما میتونین که ذکر بکنین و در قسمت مرحله بعدی روی نکست کلیک بکنین. خب در این مرحله بخش صحی هستن که بعضی سوالات را پرسان کردن. medical information هستن. گفته که does the student have any medical condition allergic. گفته که همین شاگرد را که میخواد برای برنامه اقدام بکنن کدام مورد صحی یا کدام حساسیت صحی اگر داره شما میتونید ذکر بکنین. اگر نداره خب نو بگذارین. خب اگر داشت میتونین که همون نوعیت مریضی که داره یا که حساسیتی که داره در اینجا یاد بکنین. و در قسمت بعدی گفته is the student currently taking any medication. گفته که هم شاگرد در این اواخر کدام موردی صحی داشته یا نداشته، کدام دوا دارو گرفته یا نگرفته، در قسمت ذکر بکنن. ولی بهتره که اینا را نو بگذارین اگر نداره. اگر به ندرت داره خب مریض شدن یک چیزی عادی هستن، اما نو باشه بهتر است. خب در مرحله آخر رسیدیم، میتونن که شما سابمیت بزنید. خب امیدوارم که این ویدیو آموزنده باشن و شما را کمک کرده باشن. اگر شما چینل را سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین، چون از ویدیوهای بعدی شما باخبر میشین. ما هر هفته فرصت های خوب تحصیلی را پیدا میکنیم و یک ویدیو آموزشیشان میگذاریم که همه بتونن برای این فرصت های خوب تحصیلی اقدام بکنن. خب بخیر و سلامت باشین. امیدوارم که مفید واقع شن.